فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیانیه بعدی چند سوال پرسیدن که گفتن آیا جنگیدن با دولت افغانستان درست است یا نه، و در مورد امارت اسلامی پرسیدن که به چه معناست. در مورد این که برادرانی که مسلمان هستند، تا جایی که ما اطلاع داریم کسانی که در حکومت افغانستان کار میکنن، من کاری به این ندارم که افغانستان تحت اشغال هست یا نیست، نیروهای خارجی هست یا نیست، که این جایی برای انکار نداره، اما برادران مسلمان شما چه بسا از خانواده خودتون یا خانواده های دیگران از همین شهر شما، از محله شما، انسانهای مسلمانی هستند که مشغول کار در این حکومت هستند، به عنوان معلم، به عنوان خدمات دیگری رو که دارن انجام میدن. اگر این کار صورت نگیرد، زندگی انسانها و مسلمانان و افغانها در این شهرها در واقع به هدر می رود و فلج می شود. و خصوصا یک نقطه رو شما در اینجا در نظر داشته باشید، همین که خود شما فرمودید که علما اختلاف دارند، علما اختلاف دیدگاه دارند در این زمینه که آیا جهادی واجب هست یا اساسا جایز هست یا جایز نیست. این خود وجود شبهه در این زمینه انسان رو بر این وامی دارد که انسان کاری نکند که خون برادر مسلمان برگردنش باشد. حتی انسانی رو که خونش جایز باشه که بریزن خونه، به طور مثال کسی فرض کنیم که زنا کرده باشه، کسی زنا کرده باشه و در این زمینه یک نوع شبهه‌ای وجود داره. فرض کنیم یکی از شاهدان میگه که من دقیقاً یادم نیست، 4 نفر اومده ثابت شده شهادت میدن، اما یکی از این شاهدان اومد گفت که نه من دقیقاً یادم نیست، شب بود، روز بود، تو فلان شهر بود یا فلان شهر بود، من دقیقاً ندیدم. خود همین وجود شبهه اون حد شرعی رو دفع میکنه، حد شرعی کاملا دفع میشه. کشتن هیچ حق هیچ برادر مسلمانی جایز نیست مگر اینکه در واقع زنایی کرده باشه، در این صورت باید کشته بشه و اونم حکومت باید این کارو بکنه، یک حاکم شرعی باید این کارو بکنه، نه اینکه افراد بکنن، یا اینکه قتلی رو انجام داده باشه، در این صورت کشتنش جایز هست، یا اینکه به صورت کلی مرتد شده باشه. با این 3 شرط میشه یک مسلمان رو، اونم حکومت اسلامی، نه اینکه افراد اقدام بکنن. اگر فردی عملا اومد اقدام کرد، خود اون فرد کشته میشه. از نظر قضا و ظاهری حکمشون به فیما بینهم و بین الله اون برمیگرده به خداوند متعال. اما از نظر ظاهری هر کسی که یک فردی رو، ولو اینکه زانی باشه یا موارد دیگر باشه، اگر این کار رو انجام بده در نظر شرعی باید کشته بشه. خصوصا که این شبهه در اینجا وجود داره، به هیچ عنوان انسان عاقل نباید ایمان خودش را و آخرت خودش را فدای یک شبهه بکند و با وجود این شبهه یک کاری رو انجام بدهد که در روز قیامت گریبان گیرش باشه.